27 خرداد ماه 20 بهمنی. پس چه با چه احساس امنیتی این خونه زندگی میکنید؟ شاید بعضیا نمیدونن اشتباه کردن، خلاصه ببخشید. خود شما چطورید؟ بفهمید که در این مسابقات چه مقامی هم کسب کردید. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه‌ای که حتی 20 سال پیش هم اتفاق افتاده بود، بعضی از مسئولین ما رو بیدار نکرده. نه نکردن دیگه. اگه میکردن که اینطور یک کاری میکردن اینطور نمیشد. چه درخواستی به عنوان شهروند شهر آبلی از شهردار دارید؟ از شهردار آبلی درخواست این دارم که کار خوب داشته باشه، خوب بکنه، ایوان داشته باشه، فرق نداره بین ارباب و فقیرا فلان و همه. نمیدونم شما حساب با چهارباغ چقدر مصرف داره. این آب من چیز غذا میذاره، غذا نمیپزه، نمیدونم علتش چیه. ما 120 من حقوق میگیریم. آبش دیرپزه. آره دیرپزه. 120 من حقوق میگیریم. با این 120 من تا که بریم آب مدنی بخریم بخوریم. حاجی شما بیایید، شما مصاحبه گرفتیم پیدا بریم. حاجی خودتون رو معرفی فرمایید، بفهمید شغل شما چیه؟ دم داره. فامیلتون رو بگید. رهبر. تو انتخابات شرکت میکنید؟ چی؟ تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنید؟ آره میکردم. از رئیس جمهور چه تقاضایی داری؟ چه کار برای شما بکنه؟ هر کی مردم تو منده نکردم. متشکرم آقا، مرسی. آقا تو دیگه چیز نکن خب. بعد و انزجار ما از نفرت ما از اسرائیلیا. بذار دوباره من میپرسم، میگم حضور من و شما این سوال دوباره میپرسم ازت، انزجارم نمیگم، نفرت ما بگو. نفرت ما. آره دیگه. ازت میپرسم، میگم وظیفه ما چی شد اصلا؟ حضور من و شما در راهپیمایی روز قدس نشانه چیه؟ بگید. این حضور من نشانه وحدت، همبستگی مسلمانان و همچنین نفرت ما نسبت به اسرائیل اشغالگر و استکبار جهان است. خب بریم یکم یه جلوتر. دیگه نخند. حضور من و شما در راهپیمایی روز قدس نشانه چیه؟ نشانه نفرت و انزجار و از همبستگی و بعد با هم بودن. من رفتم سر کوچه خودمون دیدم در حیاتمون کمی بازه، خانومم پشت در تو حیات نشسته و مهمونایم که اومدن همه خوابن، اشاره کرد به من بیا. 9,600,000 تومان برای محبت سازه از من گرفتن. چه کسی گرفت؟ همه علیزاده که اینجا را داده بود به ما، فرمودین که نگین اسمشونو. دست شما در نکن. کنیم فرمودین کی هستی گرفت. شوراها درخواستمون اینه وجدان داشته باشن، فقط وجدان داشته باشن، به مردم رسیدگی کنن. مردم چی رأی میارن میدن، اینا نمیتونن گاوم بترونن. با رأی مردم اومدن اینجا به مردم کمک کنن، به مردم خدمت کنن. اینا حتی نمیتونن یک گاو بترونن، اومدن شدن شورا به رأی مردم، با رأی مردم. خودتون معرفی کنید. من حاجی عبدالله سطوری، پسر منم مکه به دنیا اومده، قبرستان روبروی قبرستان بقیه حدس تمتع 9 بارم کربلا رفتم، نوکر امام حسین هستم. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. شما میدونید که جمعه آخر ماه مبارک رمضان چه روزیه؟ بله، روز عید فطره. شرمنده ببخشید. امیدواریم اون روزی رو شاهد باشیم که فرزند شما توی همین کوچه بغل در حال فوتبال بازی کردن باشه، شاد، با تحرک و دیگه همچین اتفاقی رو برای هیچ کس توی این شهر و کل استان تهران نبینه. شبم یه دفعه میبینی آب قطع شد و میگن یا به باغا میدن یا به کجا، من نمیدونم، قطع میشه و حالا ما فوری باید بدویم قابلمه آب گرم کنیم بریزیم سر بابای بچه‌ها که چیز نشه. وضعیت آب مناسبی ندارید، یعنی آب آشامیدنی تو لوله ها خوب نیست، ولی الان همون پولو باید اضافه هم نگیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، مال مردم رو نخوریم، حجابمون رو رعایت کنیم، جایی که نباید نشون نامحرم بدیم ندیم دیگه. حجاب کامل فقط. خودیاری اصلا نباید میدادن. این یه نفر هول شد رفت داد، بقیه ندارن که بدن، حالا باید چیکار کنن؟ شما اینو با ما بگید.
باقی هول نشن نده. بله. شوهرتون کجاست؟ در قید حیات هستن؟ من طلاق داد خالپسر. شوهر کجا بود؟ قبل بابا شوهر بله نسبت. از زمانی هم که این مترو رو زدن، این پل زیر گذر رو زدن، چند تا دخترای ما رو، زنای ما رو، مردای ما رو لختشون کردن، صدمه بهشون زدن. بزن بده. که هر پاپ نداره رنگی واسه تو من میدونم قسم چشمام میکنه بارون میباره خوب میدونم یه واقع آرزوها نداره اصلا نشونی دل من تنها شده بی تو نداره یه همزبونی خب به نظر شما آیا شرکت شما در انتخابات میتونه سرنوشت ساز باشه براتون یا اینکه نه مهم نیست؟ زیاد مهم نیست. یه دفعه دیگه بخوام. بخوام یه دور دیگه. بعد خطر تصادفشون نشون بالا دید نداره اصلا. این پیچی که شما میپیچی دست چپ یا راست نمیدونی وقتی راست میشن کدوم ور باید بپیچی. خیلی شغل همسرتون چیه؟ یه کفاش کارگر که هفته یه دفعه میاد خونه. هم میدونن بخوایم بدونیم. شنبه میره شب جمعه میاد خونه. این هزینه سنگین تعمیر یا تعویض لوازم منزل در کنار هزینه سنگین دیگه فکر میکنید که آیا میتونید شما طاقت بیارید یا خیر؟ نه نمیتونیم طاقت بیاریم. چجوری طاقت بیاریم؟ بله ما بچه‌هامون وقتی که میخوان برن صبح سر کار وقتی که در میان بیرون بالاخره این ور تیر اون ور تیر پشت دیوار پشت ماشینایی که پارک شده مال مسافرین هستن اینا همه در حال ادرار هستن دارن ادرار میکنن شباشون کشیدن پایین به هر حال ما هم بچه‌هامون بعد اونجا هم واسادیم بعد مردم همونجور میزنن تو خانم‌ها میرن اصلا چیزم رعایت نمیکنن یه ببخشیدم که نمیگن همینجور. حالا الان که یکی دو روز آرامتره ولی واقعا حالا من زن و بچه‌م که اینجا نیستن حالا البته همه اینا که هستن خواهر و زن و بچه ما هستن فرق نمیکنه.